سلام و درود دوستان عزیز ما و خصوصا شفیار و استوها. این سوال من تمام برای شفیار و استوها داخل دارد. هر کی هر چیزی مثلا این شفیار رو علیش کن، ماشین علیش کن، نه برای چی؟ محض همین شراوی میشکنه، اون طرف نمیشکنه. یاد که بار چهارم از دوستو همین حالت گرفتار شدگی هستیم. بازی اینجا پر از کامنتاری ها میشد این و وای گفته و همون خاطر شاید جواب شما برای ما فایده بخش باشد یا برای شخصیت هایی که به همین چیزها کار افتاده شدگن چی گویم فایدهش باشد یا اینکه یک فایده اونو برای ما میرسیدگی باشد. چون باری گذشته گفتن که اینا کیم چیزش اولیش میگنی کلچاک می چی بود. خلاصه رفتم شهر خوجند همون استوا چی میگون ایناش این پیشی خرجین روان کردم رو پیش خرجین رفتیم گفتن که 100% دیگه خیلی عیبش نیست و همون خاطر باز تقریبا 2 ماه میشد که سر 2 ماه یک بار شکسته ایستاده است. های کسانی که کنکریت اتویت داره دوستو اوپل زفیره با 2004 این اتویت اکدومی سو میشد همین چیز. شاید نفع شما بر ما برسد. خیلی خدا رو شد که به یگان ضرر جسمانی شد. خلاصه همین دوستو اگر یگان مصلحت مفید شما برای ما باشد حتما در کامنتاری شروع کرده نویسید دوستو. خدا یار و مددگار ایلیم هیچ کس ماشینش رنگ ماشین ما پرابلم دار نشود. خیلی نگاتیو چیکو هر چی ننویسید استو باشد کنکریت نه جوابش تید یا کار افتاده همین حالت ها مثل من باشد اتویت شده دوستان عزیز ما.